به سراغش اومد، اما فکر میکنم زندگی به همین عنوانه، همیشه شروع میشه و خیلی سریع به پایان میرسه. اما واقعا آیا وقتی که انسان میمیره همه چیز تمام میشه؟ امروز باید سفر میگد که تو فقط یک مرتبه زندگی میکنی، اما حقیقت اینه که همه چیز به زندگی دنیا خلاصه نمیشه. همه چیزهایی که ما فکر میکنیم تمام شده هنوز تمام نشده. هر کاری که امیر در این دنیا انجام داده سرنوشت زندگی پس از مرگش رو رقم میزنه. به چی داری گوش میدی؟ ابله خاموشش کاش میتونست چند گام، فقط چند گام به عقب برگرده. خاموشش کن دیوونه. خواهش میکنم. امیر آرزو میکنه کاش میتونست بعضی از چیزها رو تغییر بده. سیگارو بندازش دور. امیر میدونه که در مورد اونچه با بدنش انجام داده مورد محاسبه قرار میگیره. سیگارو بندازش دور. هیچ سودی واسط نداره، داره عمرت تموم میشه. و همچنین آرزو میکنه کاش وقت بیشتری رو واسه درست انجام دادن کارهایی که در آینده سود بیشتری واسش داشتند میذاشت. همچنین آرزو میکنه کاش زمان بیشتری رو به نماز و دعا اختصاص میداد. آرزو میکنه کاش نمازاشو با عجله به پایان نمیرسوند. صبر کن. ای خدا. امیر آرزو میکنه کاش در غلبه بر تمایلات جنسی و شهواتش قوی تر عمل میکرد. نه فقط خودم و خودت. خفه شو. احمق مگه چقدر میخوای زنده بمونی؟ شیطون تمام وجودتو گرفته. ساکت شو. خفه شو. بیچاره تو میمیری. من چطور جواب این کثافت کاریاتو بدم؟ امیر پشیمونه که کاش زندگیش رو با پافشاری بر انجام گناه به پایان نمی